ما میخواهیم درباره ابرهه حبشی گپ بزنیم و این دیوم قسم درباره درباره که چیز سبب شد که ابرهه خواست که مکه را چپه کند، خانه کعبه را چپه کند و برای چی کلیسا ساخت ابرهه و در راه چی گپ شد و ابرهه را کی راهبردی کرد. این یک قصه دارد. این مرد دید که وقتی سالهای دراز بود از تمام روی زمین بر خانه کعبه طواف می آمدند، برای خانه کعبه عبادت می آمدند و این برای ابرهه پسند نیامد و هرچند کوشش کرد منع کردن نتوانست و برای خودش یک کلیسای بزرگ ساخت. تا آن دور هیچ کسی ساخته نبود و اینچنین به این قرار آمد که یک کلیسای بزرگ بسازد که و همگان به سوی عبادت آن کلیسای آن بروند و با این خلاصه آمد و کلیسا را ساخت و این بیچاره نمیدانست که آن خانه کعبه خانه عادی نیست. این کعبه را به امر خداوند ساختند، این کعبه را به امر الله ساختند. این خانه را ابراهیم علیه السلام ابراهیم خلیل ساخته است که برای یکمین خانه است که خانه الله است. آن خانه الله است. وقتی که یک کلیسای بزرگ میسازد که نامش قلیم بود، سپس به نجاشین نامه نوشت. چی نامه نوشت؟ و به نجاشین گفت در نامه که ای پادشاه من، آن زمانها حکومت میکرد، ای پادشاه من برای شما یک کلیسای ساختم که تا این دور هیچ کسی مانند این گونه کلیسا نساخته است و برای این کلیسا من مردم را دعوت میکنم و فعلا هم این گونه کرد و چنین کرد و به تمام شهرها سفیران خودش را فرستاد تا که دعوت کنند به سوی کلیسا. و وقتی که این ابرهه این کلیسای بزرگ را ساخت، سربازان خودش را به تمام روی دنیا امر کرد که بگوید که همه به زیارت کلیسا بیایند و خانه کعبه را منع کرد عبادتش را. و عرب ها از این خیلی خشمگین شدند و یکی از آنها به سوی کلیسا رفت که آن محل هیچ کلیسای آنها نگهبانی نداشت و در یک شبیه رفت آن عرب داخل کلیسا شد و در داخل کلیسا آن هیچ نگهبانی نبود و در داخل کلیسا قضای حاجت کرد. وقتی که قضای حاجت کرد و این کارش و این عرب به خاطر آن ابرهه که به خاطر که این دین عرب ها را پس داد، به خاطر که این کعبه را منع کرد، پرستش را به آن خاطر کرد و رفت در درون کلیسای آنها قضای حاجت کرد. وقتی که این خبر به ابرهه رسید، اون در غضب شد. چگونه که یک مرد عادی از عرب این چنان کرده است بر کلیسای ما. و ابرهه در غضب شد و گفت که و این سبب شد که ابرهه خواست که برود مکه را چپه کند، خانه کعبه را چپه کند. ابرهه میگوید که اولی که آنها به زیارت کلیسای ما نمی آیند و چنین جرأت کردند که در درون کلیسای ما قضای حاجت کردند. به این خاطر این مرد سبب شد که این ابرهه برود کعبه را چپه کند و این بین مردم پهن شد که ابرهه قصد دارد که خانه کعبه را چپه کند، خراب کند. ابرهه لشکرش را جمع کرد و همگان صف گرفتن میخواست که خانه کعبه را چپه کند و همگی نمیدانستند که با کدام خانه درگیر شدند، با چی کار درگیر میشوند، با چی سبب. این خبر به تمام عرب رسید. یکی از پادشاهان یمن که نامش ذوالنفر بود خواست که پیش راه ابرهه را بگیرد، تا که عرب ها نمیخواستند که کسی با عرب ها آزار دهد، کسی نمیخواستند که خانه کعبه را خراب کنند و بعضی قبیله ها با ذوالنفر جمع شدند تا که پیش راه آن مرد را بگیرند و ابرهه آنها را شکست داد. ذوالنفر به دست آنها اسیر افتاد و ذوالنفر به سوی ابرهه گفت آیا تو میخواهی من را بکشی؟ و به سوی ابرهه گفت که من را نکش، شاید که من برای تو یگان فایده بیارم. و ابرهه آن را بخشید. آنها راهشان را ادامه دادند به سوی جنوب تا که به مکه برسند
و با مکانی به نام خثعم رسیدند. آنجا نوفل خثعمی روپروی اینها قرار گرفت. اینجا نوفل خثعمی روپروی ابرهه قرار گرفت و یکی از قبیله های دیگر هم جمع کرده بود و این هم شکست خورد و ابرهه خواست آنها را بکشد، اما نوفل گفت ما را نکش، شاید که ما به درد تو بخوریم، شاید که ما یگان کمکی به تو برسیم و این قبیله های دیگر هم و تو میتوانی به این قبیله ها هم حکمرانی کنی و تو را گوش میکنند. و ابرهه جان آنها را نیز بخشید، جان او را هم نیز بخشید تا اینکه به سقیف رسیدند و راه را به سوی مکه ادامه دادند تا اینکه به سقیف رسیدند. مردم اینجا با ابرهه پیمان بستند که ما همیشه میخواهیم که با تو باشیم و این خانه که تو میبینی این خانه کعبه نیست، این خانه لات است. چگونه که در قسم یکم گفته بودیم، لات بوتی بود که آن را بنی ثقیل عبادت میکرد و بنی ثقیل گفت که اگر میخواهی ما میخواهیم که در عبادت تو باشیم، در اطاعت تو باشیم و همراه کسانی را میفرستیم که به تو راه کعبه را نشان میدهند. و ابرهه آنها را هم نیز بخشید و با همراه ابرهه یک شخص را ما گذاشتند که تا که راه مکه را نشان دهد. و ابرهه نام آن ابو نعیل بود و ابو نعیل راه را نشان داد که تا آنها و با منطقه مغمس رسیدند. و وقتی که در آنجا رسیدند خداوند عذاب سخت را بر ابو نعیل فرستاد که در آنجا ابو نعیل مرد و عرب ها قبر آن را سنگسار میکنند به خاطر که ابرهه را راهبرداری کردند به سوی مکه برای خراب کردن مکه. سپس ابرهه مردی را با نام و ابرهه اوسط ابن موسود را با کمی از لشکرها به سوی مکه روان کرد تا که از خبردار شود از مکه، از حال احوال مکه. و وقتی که به مکه رسید بعضی مال و اموال آنها را به زوری از دست آنها گرفت و 200 اشتر را از عبدالمطلب که پسر هاشم بود از آن به زوری گرفتند، 200 اشتر را و آن اشترها را برای ابرهه آورد. قبیله های جمع شدند در عرب، خزاعه، کوزین و چند قبیله دیگر جمع شدند تا که پیش راه ابرهه را بگیرند. وقتی شنیدند که لشکریان ابرهه به حد زیادی هستند با او درگیر شدن نتوانستند و از این تصمیم خودشان برگشتند و کسی ازشان حتی نخواست که با ابرهه درگیر شود. و ابرهه حماته حمیری با به سوی مکه فرستاد تا که بگوید که ابرهه میگوید که من نمیخواهم که با مردم مکه درگیر شوم تا که به آنها برساند. و ابرهه گفت که من نمیخواهم که خون شما را بریزانم و مقصد من تنها خراب کردن خانه کعبه است و پس راه من را بگشایید. حماته حمیری به مکه آمد و این سخنان ابرهه را به عبدالمطلب رسانید، به پسر هاشم رسانید، سردار مکه. و عبدالمطلب گفت که ما هم نیز با ابرهه وارد جنگ شدنی نیستیم، اما این خانه را در اختیار او میگذاریم. عبدالمطلب با حماته حمیری گفت من میخواهم با ابرهه سخن بگویم. و وقتی که عبدالمطلب به آنجا رفت و از ذوالنفر خواست که تا که سفیر او در روپروی ابرهه باشد. این مرد دوست عبدالمطلب بود. عبدالمطلب به آن گفت تو میتوانی که از ابرهه برای من امان بگیری؟ و ذوالنفر به او گفت از دست من هیچ کاری بر نمیآید و من هم یک اسیری بیش نیستم، شاید من امروز میکشد یا اینکه فردا، من هم یک اسیرم. و گفت که لیکن من یک دوست دارم که آن فیل ابرهه را نگهبانی میکند و آن مرد را نامش انیس بود و آن را میگویند تا اینکه نگهبان تو شود در پیش ابرهه و به او میگویند که خواسته تو را انجام بدهد. و ذوالنفر پیش آن مرد که فیلهای ابرهه را نگاه میکرد رفت و گفت که عبدالمطلب بهترین انسان است، آن یکی از
در میان قومش بسیار مرد با آبرو است. او را نزد ابرهه ببر تا که با او سخن بگوید. انیس به پیش ابرهه رفت و گفت که سردار قبیله عرب بسیار مرد بهترینی هست، بسیار مرد پاکدامنی هست و بسیار مرد با آبرو است که میخواهد که با شما سخن بگوید. و ابرهه اجازه داد که عبدالمطلب تا که به نزد او بدرآید. عبدالمطلب به خیمه ابرهه داخل شد و ابرهه در تخت خود نشسته بود و وقتی که عبدالمطلب را دید که آن در زمین نشست و از کرسی خودش خست آمد در بر عبدالمطلب نشست و آن را حرمت کرد. در بر ابرهه نوکران خودش، سفیرانش همش در بر خودش بودند و ابرهه نخواست حرمت کرد و نخواست که عبدالمطلب در زمین نشسته باشد و آن در استال شاهی خودش و فرامد از استال شاهی خودش در بر عبدالمطلب نشست. بین ابرهه و عبدالمطلب ترجمانی بود. آنها زبان همدیگر را نمیدانستند. ابرهه با ترجمان گفت از او بپرس که چی میخواهد. گفت ابرهه میپرسد که از تو چی میخواهی؟ گفت من 200 اشتر داشتم که آن را لشکریان شما از دست من گرفتند و از پادشاه شما من میخواهم که آن را به من برگرداند. آن ترجمان طلب عبدالمطلب را به ابرهه رسانید. ابرهه به ترجمان گفت وقتی که او را دیدم به من پسند آمد و او را من گرامی داشتم و احترامش کردم و وقتی که این چنین کرد و احترام خودش را پیش من از دست داد. عبدالمطلب گفت برای چی؟ ابرهه گفت که تو به خاطر این آمده ای که برای 200 اشتری که برای اشتر از من بپرسی، به خاطر خانه کعبه نمیپرسی که من از آنجا آمدم تا که خانه کعبه را خراب کنم؟ این که دینی تو است، این دینی پدر و بابایان تو است میگوید. درباره 200 اشتر میپرسی اما درباره خانه‌ای که من میخواهم خراب کنم چیزی نمیپرسی؟ عبدالمطلب گفت من صاحب اشترانم و این خانه به خود صاحبی دارد و خود از این حمایت میکند از این خانه. و ابرهه گفت کی در برابر من از این خانه حمایت میکند؟ عبدالمطلب گفت تو میدانی و این تسلیمت. هر کاری را میخواهی بکن، ما تو را به خدا میسپاریم. اینجا عبدالمطلب اشترانش را گرفته به مکه آمد و بر سین مکه اهل مکه گفت که همه‌تان از مکه بیرون شوید که این مرد میخواهد که کعبه را چپه کند، کعبه را خراب کند. مردم به سوی کوه‌ها فرار کردند. زن و فرزندان خودشان را گرفته به سوی کوه‌ها فرار کردند و عبدالمطلب باشد حلقه در خانه کعبه را گرفته از خدا خواهش میکرد و دعا کرد و گفت که خدایا خانه‌ات را خودت حمایت کن. و سپس مردم را امر کرد که تا که مکه را ترک کنند. مردم از مکه فرار کردند تا که در مکه کسی نماند. در گرد و اطراف مکه منتظر آمدن لشکریان ابرهه بودند که چی واقعه رخ میداده باشد. خدا را دعا میکردند. همه اهل و اولاد همه اهل مکه همه به کوه‌ها بودند، زن و فرزندان همه بر تارهای کوه‌ها بودند و خدا را زاری میکردند تا که خانه‌اش را نجات دهد. و در مکه کسی نمانده بود که تا که از آن حمایت کند. و در صبح همان روز که ابرهه لشکرش را آماده کرده بود برای خراب کردن خانه کعبه، در میان آن لشکر فیل هم نیز بود که برای خراب کردن این خانه آورده بودند. آن فیل محمود نام داشت. لشکر ابرهه به مکه نزدیک شدند. همراهشان نفل خصمی بود که آن را اسیر گرفته بودند. و او قدر منزلت این خانه را وقتی که میدانست بر سین فیل رفت گفت ای فیل، و بر گوش فیل گفت برگرد از جایی که آمده، زیرا که این خانه خداوند است، زیرا این حرم خداوند است. سپس نفل به سوی قریشی و به سوی کوه‌ها فرار کرد و همه منتظر بودند که با لشکر ابرهه چی واقعه میشده باشد، چی واقعه سر میشده باشد. زیرا که ابرهه با لشکریانش برای خراب کردن خانه کعبه آمده بودند. اولین خانه که در روی دنیا ساخته شده است، بزرگترین جا است که در روی دنیا
که خداوند او را خانه حرم خود قرار داده است و ابراهیم میخواهد که آن حرم را چپه کند، خراب کند. و ابراهیم با تمام غرور و کبر خود با سوی مکه نزدیک میشدند و وقتی که به مکه نزدیک شدند آسمان تاریک شد و فیل از حرکت ماند. هرچند که آزارش میدادند از جای خود قدم نمیگذاشت. فیل را به سوی یمن میگرداندند، به حرکت میدرآمد، میزدند به سوی یمن به حرکت میدرآمد. به طرف شام میگرداندند، به حرکت میدرآمد. به طرف مشرق میگرداندند، میرفت، اما به طرف خانه کعبه برای خراب کردن کعبه نمیرفت، از جای خود تکان نمیخورد. و این ترس در دل لشکریان جمع شد. در دل لشکریان آن آمد که چرا فیل چنین میکند، چرا قدم به سوی کعبه نمیگذارد. همه لشکریان آن در تعجب افتادند که چرا سوی مشرق یمن میرود اما سوی این خانه نمیرود. در تعجب بودند که ناگاه سر شد، آسمان تاریک شد. مردم به آسمان نگاه کردند، دیدند که آسمان را پرندگان زیاد پوشاندند. گروه پرندگان تمام آسمان را پوشانیدند. ابراهیم و لشکریان او از این واقعیت ترسیدند و گفتند که کی اینقدر پرنده را فرستاده است. هر پرنده در منقار خود سنگریزه از جهنم داشت، سنگ سخت سوزانی که سرها را شکاف میکرد و در پایهایشان نیز سنگها داشتند. ناگهان این سنگها مانند باران در سر آنها ریخت و همشان مردند. و لشکر ابراهیم به هر سو داد و فریاد میزدند، میگریختند و هر یک پرنده به هر یک آن نزدیک میشد و آن را میکشت، با سنگ خود در سر آن میزد. و این چنین هم از دنیا گذشتند آنها. و ابراهیم میخواست که از این مکان فرار کند، اما نمیتونست و نمیدانست که به کدام طرف فرار کند. و مردم مکه این احوال را دیده از خدا طلب میکردند که این عذاب را بردارد از روی این زمین. او راه را به سوی پیشنه خود پیش گرفت ابراهیم و وقتی که به آن سو سفر کرد و گوشته بدن آن از ریزه سنگ ها افتید و در آنجا مرد ابراهیم. و خداوند آن ابراهیم را با لشکرانش نست نابود ساخت. و آن کسانی که بودند در آنجا دیدند آن همچون یک و آنان که زنده موندند یک عبرت شدند برای دیگران. خداوند ابراهیم را با لشکریانش هلاک ساخت. و چنانکه که خداوند متعال در قرآن پاک خود می‌فرماید: الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تضلیل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. سرهایشان از تن جدا شد، بدنهایشان پاره شد و بعضی از آنها فرار کردند. خداوند متعال خانه خودش را از آنها حفاظت کرد، خانه خودش را محافظت کرد. آره این خانه صاحبی دارد که خودش این خانه را محافظت میکند. و عبدالمطلب سردار قبیله بود، سردار مکه بود و آن پسر هاشم بود و آن 10 تا پسر و 6 تا دختر داشت. و عبدالمطلب نظر کرده بود که خداوند او را 10 تا فرزند بدهد، 10 تا پسر بدهد و که تا که با او کمک کنند، تا که از او پشتیبانی کنند و یک تا از آنها را برای خدایانش قربانی میکند. و این نظر را ببینید چگونه شیطانها آنها را به این راههای گمراهی برده بودند. و این نظری آنها را برای بت‌هایشان یک از فرزندانشان را برای بت شده قربانی میکنند، برای بت شده فرزندشان را میکشند. این یک مصیبتی است که پدر فرزندش را برای یک چیزی قربانی کند، برای یک چیزی بکشد. و فعلا الله برای آنها 10 فرزند داد و 10 فرزند او فرزندانش حمزه، عباس، ابولهب، ابو طالب، زرار،
حارث، زبیر و از همه خرسندترین آنها عبدالله بود. و 6 تای دیگر دختر داشت که صفیه، عاتیکه، ارواح، امیمه و غیر اینها بودند. وقتی که پسرانش 10 تا شدند، عبدالمطلب فرزندانش را جمع کرد و عبدالمطلب به فرزندانش گفت که ای فرزندان من نذر کردم که یکی از فرزندم را برای خدایانم قربانی بکنم. عبدالمطلب میگوید که قرآن بکشیم، به نام هر کسی که براید آن را میکشیم، آن را قربانی میکنیم. و پسرانش همگی با این خواسته پدر راضی شدند و همه‌شان نامهای خودش را به هر یک چوب نوشتند و در درون قرآن پرتافتند. و این فرزندانش به عبدالمطلب گفتند که ای پدر جان، هر کاری که میخواهی بکن، ما برای تو راضی هستیم. و این نذر را کی به عبدالمطلب گفته بود؟ شیطانها گمراه کرده بودند. و وقتی که ابراهیم خلیل رحمت الله این قربانی که حضرت اسماعیل را، این را الله گفته بود، الله امرش کرده بود. و اینها را مردم عرب را شیطانها وسوسه کرده بودند در این گونه راهها. و این 10 نفر فرزندان خودش را چوب‌های و در هر یک چوب نامهای آنها را نوشت و بر درون خانه در آمدند، درون خانه کعبه، که در درون خانه کعبه یک بت بود با نام حبال و در نزد آن صنم که بت را صنم می‌گفتند و در نزد آن صنم قرعه‌های بسیاری بودند که برای چوب. و در درون آنجا یک مردی بود که قرعه کشی را انجام میداد. و عبدالمطلب پیش آن مرد در آمد و گفت که میخواهم که یکی از فرزندانم را قربانی کنم. و هر یکی که بر چوب‌ها نامهای خودشان را نوشته بودند و چوب‌های خودش را به آن قرعه کش دادند تا که از این قرعه بگذراند که نام کدامش میبراید. وقتی که همه چوب‌ها را آمیخته کرد، یکی از چوب‌ها را برآورد، نام کی بود؟ وقتی که چوب را از درون قرعه برآورد، نام کی بود؟ نام از همه بهترینشان، از همه انسان خوب و انسان دوست داشته ترینشان و فرزند خردیشان، دادر خردیشان بود که نامش عبدالله ابن ابو مطلب بود. و ابو مطلب خیلی غمگین شد، زیرا که این فرزندش را از همه فرزندانش بیشتر دوست می داشت. و وقتی که در قرآن نام فرزندش برآمد، نام عبدالله برآمد، وقتی که نذر کرده بود دیگر یگام علاجی نداشت و کارد را گرفت و پسرش را عبدالله را گرفت تا که آن را قربان کند. اینجا اهل قریش همگی نگاه میکردند، برادرانش نگاه میکردند و همه با پا خیستند و گفتند و همگی به ابو مطلب گفتند که تو چی کار میکنی؟ گفت من نذرم را انجام میدهم. و گفت این چی نذری است؟ و ابو مطلب گفت که زیرا میخواهم که عبدالله را بکشم، برای که در قرآن نام آن برآمده است. گفتند که اگر که تو این کار را انجام بدهی، قوم مکه نیز به تو پیروی میکنند، دیگر قوم‌ها او را خواهش میکردند تا که این کار را انجام ندهد، ولی که او اصرار میکرد. تمام اهل مکه و حتی فرزندانش به او ضد برآمدند تا که عبدالله را نکشد. گفتند که این کار را نکن، بجایش فدیه بده. گفت چیا فدیه بدهم؟ گفت در مجاز یک فالبینی هست که پیش آن می رویم. اگر گفت قربانی کن، قربانی میکنیم. اگر گفت بکش. اگر گفت فدیه بده، فدیه میدهند. همه مال و اموال خودمان را میدهیم تا که عبدالله را نکشی. و در این سخن آنها ابو مطلب راضی شد و با کمی از اهل مکه و عبدالله به سوی آن ره سپار شدند و همه آن فالبین را میشناخت. او یک فالبین مشهور در مجاز بود. در راه عبدالمطلب خدا را زاری میکرد تا که فرزندش را نجات دهد، بلکه فرزندش را عبدالله را به حد دوست می داشت.
وقتی که عبدالمطلب در پیش آن فالبین رسید به نزد او درآمد و در پیش او نشست و او یک نظری که کرده بود برای آن فالبین نقل کرد و همه قصه های خودش را نقل کرد که برای این نظر چی کار کرد. گفت چی کار کنم؟ با من چی مصلحتی میدهی؟ آن فالبین به سوی عبدالمطلب گفت از پیش من بروید و فردا بیایید، زیرا که امروز شیطان ها و جن ها نیستند، بلکه آنها هستند که برای من کمک میکنند. عبدالمطلب شبی دراز خدا را زاری میکرد تا که فرزندش را نجات دهد. پگاهی بر وقت به نزد آن فالبین رفتند. عبدالمطلب میخواست که پسرش را نجات بدهد و با سوی فالبین گفت چی نصیحت میکنی؟ چی مصلحت میدهی برای من؟ فالبین گفت دیه خون مقدول در نزد شما چقدر به قدر است؟ عبدالمطلب گفت به خون 10 اشتر. فالبین گفت بین عبدالله و 10 اشتر قرعه کشی کنید و وقتی که نام عبدالله برآمد با 10 اشتر دیگر علاوه کنید، باز قرعه کشی کنید تا وقتی که نامهای اشترها برآید. و چه قدری که می شود وقتی که همه قرعه به نام اشتران برآمد و همه اشتران را قربانی کنید، چند قدری که می شود، زیرا راه نجات تنها این است. گفتند. عبدالمطلب از این خیلی خوشحال شد که زیرا که برای فرزندش راه نجات یافت. او راه مکه را پیش گرفت تا که به نزد قومش بازگردد. عبدالمطلب با فرزندش عبدالله از حجاز به مکه برگشت تا که وصیت این فالبین را اجرا کند و اهل مکه را آنچه که فالبین گفته بود به آن اهل مکه فهماند و بر اهل مکه آگاه کرد و 10 اشتر را آورد. عبدالله نیز آنجا بود و در هر یک چوب نام اشتران را می نویسد، در 10 چوب نام 10 اشتر را می نویسد و نام عبدالله را و قرعه کشی می کردند. قرعه به نام عبدالله برآمد، یعنی که عبدالله را باید قربان کنیم. باز عبدالمطلب 10 اشتر دیگر را علاوه کرد و قرعه کشی را دوام داد و 10 اشتر دیگر علاوه کردند و باز قرعه کشی کردند تا اینکه نام اشتران برآمد، ولی نام عبدالله باز برآمد. 30 اشتر شد و همین خیل تا 100 اشتر را رفتند. 10 مرتبه تا 100 اشتر را رفت که نام اشتران برآمد. همه خرسند شدند که خدایانشان به 100 اشتر راضی شدند، اما عبدالمطلب راضی نبود. عبدالمطلب گفت که یک بار دیگر میکنم تا که من باید بدانم که خدایان ما، آنها خدایان گفته به نظر کیها را داشتند؟ بتها را، یعنی که خدایان ما با 100 اشتر راضی شده باشند از نظر ما گفته. وقتی دیگه باره قرآن را تا داد باز به نام اشتران برآمد. سوم دفعه که وقتی کتاب داد به نام اشتران و در اینجا راضی شد که خدایانشان به 100 اشتر راضی شدند و اهل قریش از این هم خیلی خوشحال شدند که خدایانشان به 100 اشتر از 10 به 20 از 20 به 30 40 50 60 به 100 اشتر راضی شدند. خدایانشان گفته از این خیلی خوشحال شدند. عبدالمطلب از شدت خوشحالی به سوی بنی زهره آمد که نامش پسر عبدالمناف بود. گفت که میخواهم که دخترت را که آمینه را پاک دامنترین دختر مکه است آن را خواستگاری کنم. گفت برای کی خواستگاری میکنی؟ گفت برای پسرم عبدالله. خداوند عبدالله را نجات داد و با بهترین دختران پاک دامنترین مکه آمینه دختر وهم ازدواج کنند. ولی این ازدواج با آمینه دختر وهم دیر دوام نکرد. تقدیر خداوندی چنین بوده است. وقتی که آمینه از شوهرش باردار شد، خداوند عبدالله را میرانید و او پسرش را که از آمینه تولد میشد نادیده رفت. تقدیر خداوندی چنین بوده است که این مرد را نجات بدهد تا که با این ازدواج بکند و این مرد که وظیفه‌اش را انجام داد وقتی که این زن باردار شد
و این خداوند ذوالجلال این مرد را میرانید. و این بود قصه یکم. و قصه دوم قصه فیل بود. پیامبر صلی الله علیه و سلم تولد شد. انشاءالله سخن میگوییم. در روز 12 روز دوشنبه سال 570 به دنیا آمده است. و انا لله انا الیه راجعون.